افسانه قاپوشک یکی از باورهای مردمان روستای ابرسفلای همدان است و جایگاهی ویژه‌ای در فرهنگ و قصه‌های محلی این منطقه دارد. طبق روایت‌ها قاپوشک موجودی نامیرا و شبیه مارمولک است، اما جثه‌ای به اندازه انسان دارد و بدنش با فلس پوشیده شده. همچنین دمی طلایی دارد. سر این موجود شبیه یک مرد جوان است و روی 4 دست و پا می‌خزد. قاپوشک زیر خاک زندگی می‌کند و همیشه نزدیک صبح پیش از طلوع آفتاب از لانه‌اش خارج می‌شود. یکی از ویژگی‌های خاص این افسانه توانایی تقلید صدای انسان توسط این موجود است. گفته می‌شود قاپوشک دختران را شکار کرده و به لانه‌اش می‌برد تا از آنان تغذیه کند. برای مقابله با قاپوشک باید از چاقوی جادویی استفاده کرد که اسامی خدا برای آن نوشته شده باشد. این چاقو قادر است بدن قاپوشک را زخمی کند و او را برای چند ماه مجبور نماید در لانه‌اش بماند تا پوست آسیب دیده خود را ترمیم کند، زیرا بدون فلس و پوستش نمیتواند بر روی زمین دوام بیاورد. در فرهنگ محلی روستای ابرسفلای همدان، افسانه قاپوشک با نمادها و علائم خاصی شناخته می شود که بیانگر ویژگی‌ها و حضور این موجود در باور مردم است. جثه بزرگ شبیه انسان با بدن پوشیده از فلس، دمی طلایی که نشانه خاص و وجه تمایز او با سایر موجودات محلی است. سر قاپوشک شبیه مرد جوان اما بدنش خزنده و حرکتی 4 دست و پا دارد. زندگی زیر خاک و زمان خروج هنگام نزدیک شدن طلوع آفتاب که این حضور محدود نماد رازآلود بودن و تهدیدگر بودن آن است. تقلید صدای انسان توسط قاپوشک یکی از نمادهای ترس و فریبکاری در اسطوره‌های محلی است که هشداری برای جوانان به ویژه دختران روستا محسوب می‌شود. ابزار مقابله نمادین مانند چاقوی جادویی با اسامی خداوند به عنوان نماد پیروزی خیر بر شر و حفاظت از افراد بیگناه مطرح می شود. فرس قاپوشک نماد آسیب پذیری و نیروی ماورای او به شمار می آید و تا زمانی که این فلس ها سالم هستند موجود شکست ناپذیر است. باور به اینکه قاپوشک قدرتی فرازمینی دارد و تنها با نیروی معنوی مانند اسامی مقدس شکست پذیر است، یکی از نشانه‌های ترکیب عناصر دینی با باورهای بومی است. داستان قاپوشک در فرهنگ روستا نماد خطر در کمین و ضرورت دوری از آسیب و وسوسه‌های ناشناس تلقی می‌شود. این نمادها و علائم قاپوشک را به موجودی اسرارآمیز و ترسناک در ذهن مردم روستا تبدیل کرده است که هنوز هم در قصه‌ها و داستان‌های محلی بازگو می‌شود. افسانه قاپوشک از موجودات نامیرا و خزنده الهام گرفته که در بسیاری از فرهنگ‌های ایرانی نماد نیروهای تاریک و تهدیدگر بودند. روایت شکار دختران بازتاب هشدار تابوهای اجتماعی و ضرورت کنترل رفتار و دوری از خطرات بوده است که به شکل داستان درآمده. در دوره‌های اخیر بازگویی و ثبت این افسانه‌ها به ویژه توسط نسل جوانتر بیشتر جنبه نمادین و فرهنگی یافته و ابزاری برای انتقال میراث شفاهی روستاها شده. با تغییرات اجتماعی فرهنگی، عناصر افسانه‌ای قاپوشک به شکل جدید در داستان‌ها و روایت‌های محلی بازتولید می‌شوند و هنوز جایگاهی در فرهنگ عامه منطقه دارند. افسانه قاپوشک نمونه‌ای زنده از تعامل اسطوره، سنت و تحول تاریخی در حافظه جمعی مردم همدان است. درود بر شما دوستان همیشه همراهم. اگر در مورد این افسانه محلی اطلاعات بیشتری دارید، خوشحال میشم که پایین همین پست برام کامنت بذارید. و اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب بکنید و با لایکاتون از من حمایت کنید.